تصور کن بزرگترین مهارتی که توی زندگی کاری لازم داریم نه سخت کوشیه، نه استعداد خارق‌العاده، بلکه توانایی دوباره فکر کردنه. آدام گرنت توی زندگی کاری میگه ما اغلب به عقایدمون مثل هویتمون میچسبیم. هرچی بیشتر موفق میشیم، کمتر دوست داریم نظرمون رو عوض کنیم. ولی همین نقطه خطرناکترین جاست. گرنت میگه آدم‌های موفق مثل دانشمند فکر میکنن، نه مثل دادستان. یعنی دنبال اثبات حقانیت خودشون نیستن، دنبال کشف حقیقتن، حتی اگر اشتباه کرده باشن. در محیط کار افرادی رشد میکنن که سوال میپرسن، بازخورد میگیرن و بلدن بگن شاید دیدم اشتباهه. پیام اصلی کتاب ساده است. هوش واقعی یعنی انعطاف ذهنی. کسی که یاد بگیره نظرش رو آپدیت کنه، نه تنها کمتر اشتباه میکنه، بلکه سریعتر رشد میکنه. هم توی کار، هم توی زندگی.